سلام. فرار جوانان به کوه از ترس خدمت در ارتش تاجیکستان، مرغ پروری تاجیکان در کره جنوبی و منع چرب پروری در گوشه‌های دوشنبه از ویدیو و موضوعهای برنامه امروز است. اول ویدیویی که ظاهراً بچه‌ها از رشت فرستادند و نقل می‌کنند که از ترس چی به نزدیکی کوه گریختند. گریزه کارو وضعیت به حد به زیب شده است. همه دو کیلوزه کایکو با همین برفا قریب اومدیم. وضعیت به حد به تحبه کرد. با آن جوانان تاجیک که به کره جنوبی رفتند و آنجا کار میکنند خطری بازداشت و به ارتش بردن تهدید نمیکند. یکی از این جوانان محل کارشان را در این کشوری دور از تاجیکستان به ما فرستاد. صحبت درباره مرغ و چاروا پروری را ادامه میدیم که چند روز گذشته در وبسایت رادیو آزادی در صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام داغ شد. پس از ممنوع شدن پرورش چاروا در حدود پایتخت، اکثریت مجبور شدند از نگاه و بین گاو و مال در منزلشان دست کشند. بسیاری از آنهایی که گزارش ما درباره منع پرورش گاو و گوسفند و مرغ در محله‌های نوی دوشنبه را خوانده و یا دیدند یا خرسند شدند یا عصبانی. شروع میکنیم از عصبانی ها و با نظر امیرجان امینجانی. او در صفحه ما در فیسبوک نوشته است: حولی خودشان از هرچه خواهند نگه می‌دارند، کسی حقی منع کردن را ندارد. دوشنبه تنها شهری ثروتمندان و منصبداران نیست. خلق را با کار و معاش خوب تامین کردن نمیتوانید مانند اقلاً از حساب چاروا پروری زندگی را پیش برند. نصرت الله میرزویف گفته است چارواداری در بسیاری از عائله‌های تاجیک سرچشمه اساسی پیشبری زندگی به حساب می‌رود. آفرین مردم بیچاره. تعدادی طرفداران منع پرورش چاروا در دوشنبه کم نیست و یکی از طرفداران کاربری با نام منیر عنایت است که در صفحه ما در فیسبوک نوشته است: بسیار کار خوب کردند. پیش در شهر پشه یا مگس کم بود، حالا اگر هوشیار نشوی پشه میبردارد. در همسایگی پدر من یک مردی چاروا پرور کوچیده آمد. از وقتی آمدن او روز ما سیاه شد. من جانبدار اقدام پیشگرفته حکومت هستم. مدینه گلمحمد و در صفحه ما در فیسبوک با زبان روسی نوشته است: چرا در دوشنبه خانه می‌خرید و گاو می‌پرورید؟ منع چاروا پروری در تمام شهرهای بزرگ و جهانی متمدن هست. هر کسی که گاو و مرغ پروری را دوست می‌دارد در کنار شهر خانه می‌خرد و آرامانه به همین کاری دوست داشته‌اش مشغول می‌شود. برمیگردیم به وبسایت رادیو آزادی که کاربری با نام انصاف در آن نوشته است: وقتی می‌خواهید چیزی را منع کنید، حتما راه حلی جایگزین برایش پیدا کنید. در تاجیکستان ما فقط از مقامات این کلمه ها را میشنویم و خلاص نکنید، درست نیست، این کار جنایت است و دیگر کلمه های مانند آن. کاربر با نام قربان در اینستاگرام گفته است: شهر پاکیزه و زیبا باشد ولی مردم شکمش گرسنه نگردد. کارتان درست است که شهر را پاکیزه نگه می‌دارید، لیکن مردم هم علاج ندارد. میخواهید به این بحث ها همراه شوید یا به قول خودتان کامنت نویسید؟ پس سری بزنید به وبسایت ما azadi.org یا صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام که با نام رادیو آزادی هستند. پیش از انجام برنامه یک ویدیو جالب دیگر را میبینیم از فود سیتی از شهر مسکو. به قول مؤلف این ویدیو که ظاهراً به تجارت مشغول است و نخواست نامش برده شود، فود سیتی را انگورهای تاجیکستان زیر کرده است. اگر اینجا هستید یا هر جای دیگر ویدیو خبری یا نظری دارید، پس به شماره که میبینید بفرستید از طریق واتساپ، وایبر، تلگرام و یا ایمیل. تا دیدار در برنامه دیگر.